و شروع میکنیم از قزاقستان که تظاهرات به ضد حکومت در آنجا ادامه دارد. روز 5 انور گروه از تظاهرگران به بینای حکومت الماتا پایتخت سابق قزاقستان یورش بردند و در ویدیو دیده می شود که گوشه از این بنا می سوزد. ماموران پلیس قزاقستان هم برای پراکنده کردن تظاهرگران از نارنجک‌های گیج کننده استفاده بردند. بار اول است در 10 ساله اخیر قزاقستان شاهد چنین بحران می شود و همکارم میرزا نبی خالقزاد این موضوع را از نزدیک پیگیری دارد و در استودیو با ماست. میرزا نبی، شما با همکارانمون از بخش قزاقی صحبت داشتید و کارشناسان و حلقه‌های سیاسی قزاقستان درباره تظاهرات که غیر انتظار دامن زد چی میگویند؟ در واقع اکثریت به این نکته اشاره میکنند که اوضاع در قزاقستان طوری از نظارت خارج شد که حکومت انتظار نداشت، چون فکر میکرد گروهی که با نشان اعتراض از بالاروی قیمت مواد سوخت یک راه را بستن آرام میگیرند و دیگر خانه به خانه میروند. اما برعکس تظاهرات در شهرهای دیگر سر زد و اکنون حکومت قاسم جمعت توقیف میخواهد از یک طرف با زور از جمله اعلان وضع فوق‌العاده و از طرف دیگر با پیشنهاد امتیاز به مردم وضع را آرام کنند. او از جمله گفت که نرخگذاری مواد اولیه از طرف دولت نظارت می شود، برای حمایت اجتماعی کودکان بنیاد تأسیس می دهند و مثل اینها. استعفای حکومت هم یک نوع گذشته به طلبات اعتراضگران خوانده شده است که آن را سالهای دراز به اصلاحات بی‌ثمر اجتماعی و اقتصادی متهم می‌کردند. به گفته تحلیلگران قضا، مراجعت قاسم جمعت توقیف به مردم هم بیانگر آن بود که خودش درک نکرده است که ریشه‌های روحی اعتراضی عمیق‌تر است و سبب مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی است که در این کشور سرشار از منابع نفت و گاز جمع شدند. و میرزا نبی، تظاهرات در قزاقستان اول به سبب بالا رفتن قیمت گاز طور گفتی آغاز یافت و سپس شعارهای تظاهرگران سیاسی شد، از جمله طلب رفتن رهبران کشور. نظرها در این باره چه هست؟ واقعا درست تاکید کرده طاهر، در این باره تحلیل و مصاحبه های زیادی داریم، از جمله از همکارانمون از بخش قزاقی رادیو آزادی. تحلیلگران قزاق میگن که سال 2019 3 سال پیش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در گوشه‌های گوناگون قزاقستان جامعه فعال شد و طلبات سیاسی هم پیش گذاشتند. آنها امیدوار بودند که با آمدن قاسم جمعت توقیف که نورسلطان نظربایف را عوض کرد وضع تغییر می‌یابد، انتخابات ها آزادانه صورت می‌گیرند، احوال زندگی مردم بهتر می‌شود. اما در تحلیل می‌بینیم که وعده‌ها درباره گلگل شکفا کردن قزاقستان پوچ و بی‌اساس برآمده است. دیگر اینکه مردم دیگر از حکومت نمی‌ترسند و سریع آن اندیشه می‌کنند که چرا دیگر کشورها پیش می‌روند و قزاقستان با این همه امکانات و ثروت طبیعیش از جای نمی‌جنبد. در عموم به نوشته تحلیلگران، روحیه اعتراضی در قزاقستان سبب‌های زیادی دارد، از جمله ناقناعتمندی از وضع فعلی، ناامیدی از حکومت که به وعده‌هایش وفا نکرد و لبریز شدن کاسه صبر مردم که سالهای دراز امیدوار بود اوضاع و زندگیشون بهتر می‌شود، ولی اینطور نشد. تشکر. همکارم میرزا نبی خالقزاد بود که درباره تحولات در قزاقستان و سبب‌های تظاهرات مردم صحبت می‌کرد.